سلام، آرتان هستم. خیلی خوشبختم با یه ویدیو دیگه. بوس بوس آساسا. خب امروز میخوایم ریاکت بریم. ریاکت که حرام نیست. امروز من یه از آقای خوشم اومد تو اینستاگرام. دوستان حتما لایکو بزنید سابسکرایب هم کنین، زنگوله هم بزنین تا از ویدیو دیگر جا نمونید. موندید پشیمون میشید. آقای سعید جواهر فکر کنم یوتیوب هم داشت، نمیدونم یوتیوبش هم نمیدونم. الان سرچ میکنیم با هم. سعید جواهری 43. او 2 پیج هم داره، پشمان. کدوم انتخاب کنیم؟ بذاریم اولی. او اینم 293 تا پست گذاشته، 4 تا فالوور داره. یه آپدیتی هم داده اینستاگرام، مثلا ویدیویی که بیشتر بازدید خورده رو ببینیم. اینم ببینیم. نه این پیج هستش نیست. خب بریم این یکی. بله او مای گاد. بله واقعا اینستاگرام سرطان خالص است. سجاد هنگری، نمیدونم اسمش چیه. به نظر خودتون مسخره کنم. اوه اینطور شده. قبلا خیلی بهتر بود. 7140 تا پست گذاشته. او مای گاد. میگن من فالو داشته، نه فالو نداریم. 400 تا هم فالو کرد خودش. پشمام. کیاف استاد فاطینیا، حضرت امام خمینی، بابا امام زمان. امام زمان پیش داره. گوگوش استقلالیه. امام زمان. وزق. او مای گاد. اینگار وست. ترامپ هم فالو داره. تو طرف کی؟ بللش دیگه نمیخوام. میم وایسا، اسم پیج هم میم بود فکر کنم اینو فالو داشت. نه پس میم بروزه. محسن دنبال محسن کپیکار از سال 99 معتبر نیست. چقدر راحت از سال 99 ویدیو میذاره. ماکسری فالوش کرده. اسکریه؟ کی اسکری؟ آسکاری یوش فالو. منم فالوش داشتم، نمیدونم. خب با هم دوست بودیم خیلی وقت پیشا، 3 سال پیش. خب برای مشاهده میکنیم واقعا. بدم با دوستشون کدوم ببینیم ما. این واسم نداره انگار. این آپدیت نشه اینستاگرامش. مثلا محبوب ترینشو ببینم. ای بابا رندوم ببینیم چی میذاره. اساسا آمریکا باید به ما بمب اتم بزنه تا ما ژنتیکمون درست بشه
و مانند ژاپنیا سرمون رو بندازیم پایین و کارمون رو بکنیم. آمریکا آره این معروف ترینش این بود. آمریکا باید یه بمب اتم نوشته اتم 29 شو همین فقط امسال بودش. 1000 تا کامنت مختصر و مفید. بالحق آفرین. و آره نمیدونم دلیل پارانویا اینه که شما دنیا رو نمیشناسی. اگه دنیا رو صدا بشناسی نداره. و زیبایی ها رو ببینی، میبینی اون فکر سیاه و دارک و غلط اصلا وجود نداره و شما اونو در خودتون پروندونی و تبدیل به واقعیت کرد. دلیل پارانویا قبلا یه سری پیجا تو اینستاگرام بودن اما هستن نیستن. مثلا یه پستی و مزخرف حالا چرت و پرت، مثلا افتادن نون نمیدونم یه چیز تکراری و اینا هر روز آپلود میکردم و میلیونی هم ویو میخورد. یه استادم حالا یه مقدار اینستاگرام شانسیه، مثلا یه ویدیو مزخرف چرت و پرت میذاری ببینی 20 میلیون ویو خورد، 10 میلیون ویو خورده، او مای گاد. و مثلا یه ویدیو خیلی کار کردی روش، مثلا شانسی یه جورایی. حالا اینم استاد دکتر چیه نمیدونم ادوکیشن. معمولا به آدم خلوچل میگن استاد، صداشون میکنن دکتر واسه شوخی مسخره. حالا واسه همین مثلا استاد باقری، استاد رضا بهشتی دیگه، استاد توسی، استاد جواهری، بوس بوس، همینجور میگه درو میگیره حرف میزنه تو باز مثلا من یه چی میگه باید قبول کنیم که همگی شکست خوردیم، همدیگر در آغوش بکشیم، باید محبت کنیم و راه ها رو برای همدیگه باز کنیم. باید قبول نمیکنم آقای دکتر. برام سواله ایشون توی خونه خیلی خوبی هم زندگی میکنه، احساس میکنم تو تهرانه، بالاخره این از کجا حقوق میگیره، پول از کجا میگیره؟ میگی تو فضولی. مثلا جالبیم خونهش هر روز ویدیو میگیره، 7000 تا پست آپلود کرده، هر روز هم آقای دکتر، چرا شیمی اینقدر زود تموم میشه و آیا این نشان از شکست حکومت ها ندارد و نگاه خونهشه چیه؟ لیوان زغال آبگوشت کثیفکاریه. واقعا حیف. خدا پولو کیا میده؟ زمان چرا تموم شده است و معکوس شده است؟ زمان چون که به آخر خط رسیده و تموم شده. چرا؟ چون مردم به آخر خط رسیده. و چه لحاظ؟ لحاظ مادی. و چرا شیمی زود تموم میشه؟ آیا نشان از شکست حکومت ها ندارد؟ آیا حکومت ها از شیمی برای بردن مردم استفاده نمی کنن و باختن، درسته؟ و بر همین شیمی رو بر ما محدود کردن. اگه میخوان از یه استاد فلسفه سوال کنی اینطور سوال کنی چی میگه؟ میگه شیمی چی؟ پایان حکومت هاست. اینجور سوال کنی مثلا هر چیزی رو به پایان حکومت ها رد میگه. آیا اینترنت مثلا
باعث آیا هوش مصنوعی باعث پایان حکومت هاست؟ اینجوری سوال کنیم مثلا اسکیزوفرنی یه بودی از نقص خلقته که اگه از اون بیای بیرون و اشتباهات رو به صرف برسونی و بود جدیدی رو وارد زندگیت کنی، اسکیزوفرنی درمان میشه. ممنونم. به نظرتون این داره ادا در میاره واقعیه؟ من کیری هستم، من پدوفیلی دارم can Jesus help me اولا لا 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 اولا لا 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 اولا لا 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 لا. من کی اگر میخواید دیگه نمیتونم ادامه بدم. خدا نگهدار. با هم ویدیو بسیار سمه، تحمل دیدن ندارم. 7000 تا پست اینا بس مثلا 1000 تا فالوور گرفته. به نظرم باید بیشتر فالوور میگه. چطور نمیدونم روزی چند تا پست بود، فکر کنم روزی 10 تا میذاره همجور کشکی. استاد بوس بای بای. اگه دوست دارین پیج های دیگه سم مثل آقای دکتر سعید جواهری بررسی کنین بگین، کامنت بذارین اگه میشناسین، سرچ کنم تو اینستاگرام. و اینکه لایف هم میخوام تو کیک بذارم، میگن کیک درآمد میده، میخوام مانتایزش کنم کیکم. لینکش تو دیسکریپشن هست، حتما فالو کنین، ممنون میشم. کیکم نصب کن، ثواب داره. تا دیداری دیگر بدرود.